سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. سلامونه و نیکی له میومنه سیتیوال چینل د جاوید وفا تاسو درنه چوپړ کې د ایلمند مزد خبرونو تاسو د پام وړو ګرځي وخت را روان ده موږ د خطر لپاره ځانګړي خبرونه لرو د خبرونه کې زراغله نو ته نصیب کلچه فروشی ته او می خپل دي نه تاسو ته ځانګړي خبرونه د اختر ولرم ادامات خبرونه ده فهم جان نن ډیره مننه کوم که تاسو غواړئ زموږ خبرونه تاسو د پام وړو ګرځي نو فیسبوک او اجتماعي صفو کې تاسو زموږ خبرونه کتای سي او سبسکرایب هم لاده ونوزي نو زه ورزم د فابریکې مسول سره خبرې کوم او سګورم د سور رقم کلچه تولیدي ویډیو له تولیداتونه به موږ ګټه واخلو به ګورو او دغه مشترانو سره هم خبرې لرو نو تاسو زما ملتیا وکړئ ما سره اوسئ چې فهم جان په قار نشي سي ته ډېرې خبرې کوي خو څه وکړو موږ عادت هم دغه رقم ده بهم تاسو ټول ته راغلاس وي او ډېر خوشاله یو سنن راغلی استو نصیب کلچه فروشی ته هم فابریکه ده و هم فروشات دوی لري سلام درود بر شما رئیس سلام محترم جور سلامت خوب هستم سلامت باشید نامتون ادریس هستم مسئول کلچه پزی نصیب خب بسیار خوب ادریس جان امروز دیگه که ما میباشی و امروز تو ما با تکلیف میسازیم دیگه در مورد فابریکام برای ما صحبت میکنی در مورد محصولاتم برای ما صحبت میکنی و عید امین بخیر دیگه نزدیک هستن دیگه در مورد کل از صحبت میکنیم میام در قسمت اول خمی است که کی تو رو تشویق کرد که تو یک فابریکه جور محترم از ما خب خیلی سابق میشه که هستیم به این کاروبار تقریبا از 20 سال هم اضافه تر میشه و فعلا 4-5 سال میشه که مربوط خودمون میباشه و در سابقه از آبا و اجدادمون بر ما می کسب به میراث رسیده دیگه فعلا هم ادامه داده رایستیم دیگه توکل ما بالله چی میشه ان شاء الله شکر است نزدیکی دست بخیر کارا دیگه دوستا به این نه کلچه میبرن ما برای بیننده گفتیم که فابریکا ما میجه بله ها فابریکا ما میجه بالا میجه تولیدات خودمون میکنیم کارگرها هستن شاگردا هست کار میکنن دیگه پیش میره روز چقدر کلچه تولید میکنید فرق میکنه در حدود 800-700 کیلو تا بالا روزانه تولید میشه ادریس جان در مورد از کیک بگو بسیار کیک مقبول و رنگش هم بسیار مقبول چهارمغز هم ازش بله کیک چهارمغزی است ما تقریبا 3 نوع کیک داریم دفعتا اینجا 2 نوعش موجود می باشه و یک کیک چهارمغزی است و یک کیک هم کیله‌ای است دیگه کیک های خشتی داریم کیک های یک نوع کیک خامه‌ای است که کیک ها سیستم جداست خود در کیک ساده فعلا 3 نوع می باشه کیک های مزه‌دار است تفاوت میکنه بعض مشتری هست که چهارمغزی را خوش میکنه بعض هستن کیله‌ای را خوش میکنن ذوق ها فرق میکنه فهم جان خود کیله‌ایش خوبش است یا چهارمغزیش خوب چهارمغزیش خوب تو میریم طرف محصولات دیگه فهم جان تو خود که ما کمک به تکلیف بساز خب اینا چی هستن جناب رئیس یا نمک پاره میشه تولیدات خب رئیس میم این طرف اینا چی هستن ببخشید یارا نمک پاره میگن تولیدات خود ما همینجا جورش میکنیم کل شیرینی با همینجا آماده میشه این شیرینی است نه خیر نه این نمکی است جز تولیدات خود ما این گلپوش هم است یا یه بخوام مهم است چطور خب دیزاین است دیزاین هم تجار کرده بسیار خوب خب رئیس این طرف هم ما که میبینیم در یخچال است رئیس اجانا شیرینی باب پاکستانی است در کل پتیسه میگشه میتایی گلاب جامن است یا پتیسه است خب پتیسه دیگه این جیلی اول جیلی او گلاب جامن است راسگوله است اجانا خب از کدام از این خوبش است که آدم بخوره در کل مشکل نداره هر کدامش که میخوره فهم جان کما که چیز فشارش گرد نکنه برای ما کلش خوبش است خب بسیار خوب است سلامت باشید اینو باز خوب است سالگرد است دیگه بر هپی برده است که کلاهش است مختلف لوازمش است کیک های سالگرد و یاد ما داریم
این خود دیگه نمیشه خورد است برای من این برای فهیم یار فرق میکنه دیگه خورد کلانش داریم به هر سایز که بخواین. اینی کدام کلچه است ریسه؟ یا اون کلچه قدیمی باب زندان میگشه دیگه از اون کلچه سابق قدیمی خود ما شما است کیفیت خیلی بالا داره دیگه کلچه ها در کل مختلف کلچه هست که جوری بسکیتی کلچه اینی باز کدام شست ریسه؟ یا بسکیتی است بسکیتی است من که میبینم تقریبا در حدود یک 100 رقم است یا زیاد است ریسه؟ نه 100 رقم هم نخواد به در کل یک 40-45 دیزاین تا بالا میشه دیمی دیزاین ها هست کسایی که یک جور دستکش برای کل بسیار تا جدا جور دستکش نه خیر دستکش ما برکردگی داریم یک بار مصرف است اینی رو من ندیدم آها یک بار مصرف است من گوشتاش دارم کلچه دیدم دستکش خب این امو میار سیستم کلچه فروشی امی است که کلچه فروش های کنتیک می باشه مثل یعنی کلچه فروشی نصیب باره باز مجبور هستی که دستکش در دستت باشه که این بخاطر چی هست که بعض برادرای دست ناپاک می باشن از دستکش باید استفاده کنم یا کلچه چرب از دست چرب می سازه از دستکش استفاده شود تو خونه میشه که برای شوادم دست آبانه که دست باشه خب راحت ساخته میشه هم یک ذره جنجال ایجاد میشه همین دستکش خوبتر است از این کدام خاطره برات مونده نیست که تو کسی کلچه را برده باشه از پشت بازپس آورده باشه که بیادر تو برای ما گفتی کلچه شیرین است کلچه شور برآمد بوده در کل بعضها دکانداری کار است که هیچ امکان نداره که به خاطر باشه یکی روستیکی که برات گفته باشه که والله من 15 ساله شدم و واد جامعه تو برش که برش نشون دادی میریم سر کیک باز گپ میزنیم اون تاریخش پیش اشتباه شده باشه باز پس آورده باشه جواب بده تو برام تاریخ اشتباه دیده که نه و در کل همون وقتی که نه نشته میکنیم برشانداری کیک یا کدام خواسته باشه و سالگرد چیز است مشخص است و میخواه که امو وقت دقیق شد سرکیک نشه شد یک چیز باشه از داخل دکان رو انتقال نمید طرف خانه خود اینا رو باز خودت هم که سالگرد تجلیل میکنی از این کیک ها استفاده میکنی یا طبعا دیگه طبعا کلش یک کیک است درنگی نمیکنیم با دوست با رفیق با مشتری به همگی فهیم جانم نو کیفیت دست میدیم 80 ساله میشه که باز بخیر هم سالگریش همینجا تجلیل کنیم چرا نه فهیم جانم زیاد دوست دارین ما هم دوستش داریم آقا چطور کنیم امو تصویری ما نشان میده به جهانیان مجبور دوست داشته باشه خب رئیس در مورد از اینکه وقت زیاد نگیریم اینی اول این کدام کلچه است و اکثریت کدام مردمی را زیاد خوش میکنه یا مشخص است امو کلچه فرق نمیکنه مشتری است که ما بر مشتری کارتا نمیتیم مکس کلچه میگیره از هر دیزاین به خاطر باخته میره دیگه این از کلچه بیشتر است که نمکی میگشه و این کاکائویش است خود موبایلش چیزی سفید کاکائو است این سفید کریمش است و شور شیرین ترکیب داره ذائقه و کیفیت از در بالا است مشتری ها دوست دارد زیاد انتخاب میکنه کلچه های برنجی داریم در پایین که از برنج از زیش برنج استفاده شده کار بسیار عالی این نگاه کن مالا ببخشید گلکای تو سرخ و سبز زیاد داره من گلکا رو خوش داره میبینی این چی است که ببخشید گلکا بر بعضا شوقی می باشه کلچه های شوقی باید جور شده شوقی ما ور شوقی رئیس اجانا بهم تاسو ټول د کرغلاس وایو نو تاسو وایي ز جاوید وفا د کیک د څه د پر راخسته ده دې ترڅنګ سي دوی کلچې تولید لري نو دوی کیکونه تولیدي او په څو رنګو کې تقریبا کیکونه دوی تاسو موږ ګورو دوی تولیدي د سالګری لپاره د واده لپاره شری خوري لپاره د سې ځنګړي خبرونو لپاره پروګرامونو لپاره دوی کیک تولیدي کیک جوړي خوري سه بغیر د مورد ازي بوګه جان کیک‌ها خامه‌ای هستند داخلش هم کیک‌های اسفنجی است دیگه کیک‌ها مختلف تولید میکنیم به خاطر عروسی کیک‌ها جور میکنیم به خاطر شیرینی‌خوری سالگرد دیگه اونش به خاطر چی است در کل کیک‌های سالگرد است که ما یک دستم برتر کشیدیم از یخچال اولا اینجا در یخچال دیگه زیاد نمیگیره دیگه به خاطر زیاد نیست خب در کل چیزایی است که بر همه مردم معلوم است در کار نو باشه مکرویان کارت نو هر سایه که در کابل هستیم باشه کیلوی 300 افغانی کیک است کیک‌های خامه‌ای فرق میکنه بعض جای از قیمت‌تر هم فروشات میکنه خب استاندارد 300 است همین با چند هستن پیش خود چقدر است تقریبا در خانه 1.5 کیلو شد ده او 2 کیلو می
دیگر شاید در خانه 4,500 شود، در خانه 6,700 6,700 700 شود. پیامتان میشنویم رئیس، به اینکه وقت هم نگیریم و شما مسئول کار هستین، داخل یک پیامتان میگیریم. قربانت، خوش شدیم اول دیدن خودتان. دیگه پیام ما همی است به تمام جوانان که کار کنن و به افغانستان به کار ضرورت دارند. در هر حرفی باشه کار کنن و زحمت بکشن، خصوصا به نسل جوان ما و شما خیلی کشور هستیم که عقب مانده هستیم و باید به سوی ترقی برویم. ډیره مننه رئیس صاحب، ډیره مننه. تر بلې خبرونه چې بیا هم زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو ته ښایسته کیکونه او کلچې وښودل. مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. نو تر بلې خبرونه چې بیا هم ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم که تاسو غواړئ زموږ خبرونه ښې سي ښایسته سي، په یوټیوب هم کتئ سي، په فیسبوک او ټیک ټاک باندې، او تاسو سبسکرایب اضافه کړئ او ان شاء الله زه به ځانګړې خبرونه ښایسته خبرونه تاسو ته جوړ کړم. تاسو نیوکو انتقادونو ته زه سترګې په لارې ما په الله مو سپارم. خوشحاله اوسئ، ارام اوسئ. ډېره مننه ده. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.